تو این پست میخوام آموزش 0 تا 100 یه استیک دیوونه عالی رو بهتون آموزش بدم. برای مرینیتش از ورچستر، سویا سس، روغن زیتون، عسل، فلفل سیاه، پودر سیر استفاده میکنیم. خب استیک رو با این کاملا مزه‌دار میکنیم و یک عدد سیرم حلقه حلقه میکنیم، قرار میدیم روش و رزماری تازه هم که چیدیم و خوردش میکنیم و روی استیک قرار میدیم. حالا روش رو با فویل میپیچیم و میذاریم یه چند ساعتی استراحت کنه تا خوب مزه‌دار بشه. بعد از این مرحله اون رو در روغن زیتون دو طرفش رو کاملا سرخ میکنیم. این کار باعث میشه که آب میان بافتی داخل استیک خارج نشه. برای پخت کامل میذاریمش داخل فویل و در فر قرار میدیم و بعد از خارج کردن اون رو در کره، رزماری و سیری که گذاشتیم به همراه استیک داخل فر قرار میدیم و استیک رو تو این سس خیلی خوشمزه و خوش عطر قرار میدیم تا مزه رو کاملا به خودش بگیره. برای کنار استیک من میخوام مارچوبه استفاده. بعد از اینکه مارچوبه یه مقدار نرم شد داخل آب یخ قرار میدیم که سبزیشو حفظ کنه. به خاطر یه مقدار مزه گرفتن اون رو داخل کره تفتش میدم. استیکمون رو هم به این صورت بیاستخون میکنیم و برش میزنیم. مقداری هم نمک در نهایت روش میپاشیم. خب حالا تو ظرف مورد نظرمون استیک و مارچوبه رو این شکلی قرار میدیم.